خب ممنون و متشکر. اتاق فرمان این ویدئویی است از بخشی از تیراندازی که در روز 5 مهر ماه در تنب ریگان ایران شهر توسط نیروهای نظامی و انتظامی بر مردم بلوچ اون منطقه صورت گرفت. همونطوری که در ویدیو می‌بینیم تصاویر زنان و کودکان و خانه‌های مردم قابل مشاهده هست و رعب و وحشت شدیدی رو که در واقع در این زمینه ایجاد کردند. آقای رئیسی، اجازه میخوام صحبت کردن رو با شما آغاز بکنم. 2 تا روایت در رابطه با این جریان و این تیراندازی وجود داره. روایت اول مال صمد ریگی است از فعالان مدنی بلوچ که میگه چون من به وضعیت سرکوب و کشتار مردم بلوچ اعتراض کردم، ماموران برای دستگیری بنده به اونجا هجوم آوردند، به سوی مردم برای ایجاد رعب و وحشت تیراندازی کردند. روایت دیگر روایت فرمانده نیروی نظامی و انتظامی ایران شهر هست، فردی به نام کیخواه، که در واقع میگه که علت این هست که قاچاقبران انسان در اونجا تعدادی انسان رو قاچاق کردن تا به جاهای دیگر منتقل بکنن و ما با اونها برخورد کردیم. شما به عنوان فعال رسانه‌ای و کسی که اخبار بلوچستان رو دنبال میکنید این مسئله رو برای ما توضیح میدید. من سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز، مهمان گرامی جناب آقای عبدالرؤوف. عرضم خدمت شما که همونطور که شما گفتین، خب نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران که شامل چندین ارگان بودند، از جمله مرصاد، نیروی انتظامی و اداره آگاهی، با 10 نیرو و چندین خودروی نظامی و شخصی به این روستا آمدند. معمولا نیروهای رژیم برای اینکه جاده رو وحشت بکنن با یک همچین ترفندی، با یک همچین نقشه‌ای همواره در شهرهای مختلف بلوچستان اقدام به این در واقع کار فراوان کردن. در حادثه روز دوشنبه که شما عرض کردید، یورش این نیروها در واقع برای بازداشت یک فعال اجتماعی بود که به نام صمد ریگی که همواره سعی کرده به صورت کاملا مسالمت آمیز و کاملا قانونی نه تنها مشکلات و مسائلی که در اجتماع وجود داره و در واقع اونجا مردم باشون مواجه هستن رو مطرح بکنه، بلکه اشخاصی که مثلا به هر حال یا توان مالی نداشتن، به هر حال اطلاعات کافی راجع به چگونگی پیگیری پرونده نداشتن کمک میکرده و سعی کرده به هر حال از مشکلات مسائل جامعه اونجا علل خصوص ایران شهر بگه و به مسئولین، از مسئولین بخواد که به این مشکلات اقدام نیروی انتظامی و در واقع نیروهایی که به رفته بودن کاملا فراوان. این نیروها سعی کردن بدون ارائه قضایی وارد منزل این شهروند بشن، شهروند بلوچی که در شب قبلش به طبق گفته خودش از اقدامات نیروهای امنیتی و در کل نیروهای نظامی که در هستند انتقاد کرده بود در واقع و ازشون خواسته بود که نسبت به ناامنی‌هایی که در شهرهای مختلف بلوچستان و
شهر ایران شهر هست هیچ اقدام و واکنشی انجام نمیده و این باعث بده که این در واقع ناامنی ها روز به روز بیشتر بشه. مسئله از اقدامات خب ممنون و متشکر آقای مسعود رئیسی، برمیگردیم صحبت میکنیم.